شرکتی اپل زمینه کنتاکته شبکه اجتماعی روسی را که شهروندان تاجیکستان هم از آن استفاده میکنند از اپ استورش پاک کرده است. اینچنین برنامه‌های دیگری وابسته به کنتاکته گروپ در دستگاه اپل بارگیری نمی‌شوند. کنتاکته که سامانه یا پایگاه اجتماعی معروف در روسیه به شمار می‌رود، از سال 2006 فعال است. این شرکت روسی روزی 25 میلیون در اظهارات گفت اپل بدون شرح یا آگاهی ضمیمه آن را بیرون کرد. این پایگاه گفت دسترسی 10 میلیون کاربرش به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، پایگاه‌های ویدیویی، ایمیل و محصولات آموزشی آنها نیز ناممکن گردید. در کرمل قرار اپل را برای حذف کنتاکت عجیب نامیدند. سخنگوی کرملین گفت از شرکت آمریکایی تقاضا خواهند کرد که قرارش را شرح دهد. شرکت اپل در آغاز ماه ایون نسبت به شبکه اجتماعی روسی مکس مسنجر که در پشت آن حکومت روسیه ایستاده است تصمیم همسان گرفته بود. مقامات روسیه دوام ماه‌های زیاد از همه شهروندان طلب می‌کردند که به پایگاه مکس بپیوندند و در این بین فعالیت واتساپ و تلگرام را به شدت محدود کرده بودند. همه اداره‌های دولتی در روسیه با مکس کار می‌کنند.